Ассалому алейкум ва рахматуллоҳ. Бародарони ислом, умедворам хуб бутан, сад ҳастед, алҳамдулиллаҳ. Мо имрӯз қарор дорем дар масҷиди Тоҷи Маълим Ҳушёр. Чӣ хеле ки дида истодед, хоб сангҳои мармар барои сокулаи подвали масҷид омада расид, алҳамдулиллаҳ. аз шумо бародарон як хоҳиш, як илтимос мекунем, қадри имкон намора дидан замон як дона лайк дар комментара Тоҷи Маълим Ҳушёр бинавис, 5 та дӯстат равон мешка. برادران عزیز، چخیلی که دیده استودین در عرفه بود چیدن مسجد تاج محل ҳушёр. برادر علی اسلام که دستگیری شما پیشروی ما از خدا خواست شما دیده است. ما 3 ماه آخر خدا خواهد در اکثر نوابنامه گفتیم که ان شاء الله اندک وقتامون خدا خواهد یعنی دستگیری کنین، یاردم کنین خدا خواهد. این جنت است خدا خواهد ان شاء الله. این مسجد ما 8 قیره دارد، 8 جنت است ان شاء الله. 8 جنت نام دارد. کسی که در اینجا دستیاری دراز میکند ان شاء الله الله سبحانه و تعالی فقط در جنت هم قصرها بناش میکند که یک ریشتش از سیلا، یک ریشتش نقره است. پاداش الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرید. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. الحمدلله الحمدلله. شاهد هستین خدا خواهد ان شاء الله. ما امروز در این خانه خدا یکی از خدا خواهد شهرهای ان شاء الله نوایی برای خدا خواهد آبادی و زیب دادن این خدا خواهد تاج محل. الحمدلله امروز سنگ‌های مرمر آوردیم. الحمدلله از دانی من امروز محله توتی قطار خدا خواهد ان شاء الله، یعنی از قلب از صمیم دل خدا خواهد برای رضای الله سبحانه و تعالی برای آبادی این خانه خدا خواهد قدم رنجه کردن. الله سبحانه و تعالی اولا در عمرش و رزقش و کسب و کارش و برکات نماید و همین سنگ مرمر برادر خدا خواهد ان شاء الله، یعنی برای ما ان شاء الله خدا خواهد یاردم داده. سادیان شما دیده سادی الحمدلله اولتر همین صاحبای همین یعنی سنگ مرمر الله در عمرش و رزقش و کسب و کارش الله برکات نماید. برادر علی اسلام که دستگیری شما پیشروی ما از خدا خواست شما دیده است. ما 3 ماه آخر خدا خواهد در اکثر نوابنامه گفتیم که ان شاء الله اندک وقتامون خدا خواهد یعنی دستگیری کنین، یاردم کنین خدا خواهد. این جنت است خدا خواهد ان شاء الله. این مسجد ما 8 قیره دارد، 8 جنت است ان شاء الله. 8 جنت نام دارد. کسی که در اینجا دستیاری دراز میکند ان شاء الله الله سبحانه و تعالی فقط در جنت هم قصرها بناش میکند که یک ریشتش از سیلا، یک ریشتش خدا خواهد ان شاء الله نقره است. پاداش این ان شاء الله خدا خواهد چی است؟ جنت است. چخیلی که من اهل شیار زمین خدا خواهد همه یک جای در اینجا خدا خواهد ان شاء الله حرکت داریم. سخن بیان ان شاء الله برادر یعنی استاد عزیز دام حمید جان میتیم یک چند سخن میکره خدا خواهد درباره یعنی مسافر آورد درباره رفتی کاری امروز ما شما. احمد دوملا جان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران علی اسلام و همه شما ستایش خدا که پروردگار را در همه روزهای مبارک همه شما من جنبستی خانه خدا هست، همه حصه های شما هست، همه بسیار زمین تمام همین برادران علی اسلام از شما می‌نت دارند. شما آمدید میگویم باز حصه های شما از شما خواهش داریم که خدا الهی سفراتو به خطر شود، شایش کاراتو که الهی پروردگار مهربان ساق رفته سلامت همه تو با قصه های پور بچه رای شاد با وطن عزیز برگشتن الله میپرسید. پروردگار همه تو ستایش کنه از شما، همه تو التماس که جنبستی خانه خدا است. باز یک بار دیگه میونا بسته همه من همه ایشار زمین همه خانه خدا آباد شوی آخر اونشا بعد است جنبست کردنش است. سعی کوشش از الله میپرسیم شما در برکات رزق و روزیاتون کسب و کارانه اینجاگی برادر علی اسلامی که در ایشار زمین است. من برابری رابر موقع غلام جان حاجی من محمد یونس دیگر من خود دیگر برادرها که در همینجا حصه کوش دارند الله با درگاهش قبول کنه. پروردگار مهربان میپرسیم که خداوند رزق و روزیات رزق و روزی فرزندکاتون علمکاتون کسب و کاراتون برکات کنه. پروردگار مهربان آنانی که مرا دوملا استاد گفتند آنانی که حصه کوش دارند پروردگار مهربان برکات عطا کنه. به نظر نیکش بینه قلبکاش نه هر یک قلبکی مانده محبت خودش محبت دین اسلام محبت قرآن کریم الله مهربان قلبکاتون جاگیر کنه. از شما همینجا بدگی برادر علی اسلام راضی‌اند. یک بار دیگه التماس میکنیم که آخرون مرکز جنبستی است. یک بار دیگه همگی ما باز تکرار هم شاید میونا بسته
خدا خواهد انشاءالله. جنبستی همین خانه که خدا چکار میکنیم یاردم کردن شما میپرسیم. همگیتون باز یک بار آمد آمین. کار محبت دین اسلام در قلبکات و جایگیش حصه های کوشکرگی تا همچون خیرات الله به درگاهش قبول کنه. آمین آمین آمین. خیر روان ناصرین برحمتک. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.